درود، من سعید هستم، ملقب به زکس، کسی که بعد از 3 بار تلاش داخل یوتیوب سعی کرد دوباره بلند شه و بهتر از قبل نامه. قضیه برمیگرده به 1 سال و نیم پیش، جایی که تازه با یوتیوب آشنا شده بودم. در اون زمان یه چنل زدم برای خودم به اسم دیاکو دی جی تی و اون زمان خیلی ذوق داشتم برای اینکه یه چنل یوتیوب زدم، یه اسم برای خودم درست کردم، یه پروفایل، یه بنر و کلا ذوق زیادی داشتم. تولید محتوا طوری بود که نه خودم داخل ویدیوها بودم نه صدام، فقط گیم پلی و تایتل و تامنیل های ویدیو رو انگلیسی میزدم، یعنی یه جورایی برای انگلیسی زبان ها تولید محتوا میکردم. بعد از 5 الی 6 ماه تولید محتوا داخل اون چنل کلا 50 تا ساب بیشتر نگرفتم و یه جوری کلا خسته شده بودم ازش، جوری که کلا گذاشتمش کنار. یه جورایی انگار ناامید شده بودم یا نمیدونم، هرچی. حدود 3 ماه میگذره و من دوباره دلم میخواد که یه چنل بزنم و باز هم یه چنل دیگه میزنم. اسم اون چنل رو نمیدونم چرا واقعا گذاشته بودمش نمکی و نمیدونم چرا واقعا این اسم رو گذاشته بودم، ولی این اسم رو از بک استودیوی کومان گرفته بودمش. این بار دیگه همه چی فرق میکرد. من داخل ویدیو بودم اما داخل ویدیو حرف نمیزدم، به دلیل اینکه نه هدست خوبی داشتم که بخوام از میکروفونش استفاده کنم و نه میکروفونی. اما باز هم برای خارجی ها تولید محتوا میکردم، یعنی تایتل و تامنیل هنوز هم انگلیسی بود. اما باز هم این چنل مثل چنل قبلی بعد از چند ماه نه ساب دیگه گرفت نه ویوی و یه جورایی کلا از یوتیوب خسته و ناامید شده بودم، جوری که خیلی زده شده بودم. هنوز ناامید نشده بودم. بعد از 4 الی 5 ماه که یوتیوب ول کردم دوباره یه چنل دیگه زدم، همین چنل به اسم زکس. روی این چنل گاهی وقتا ویدیو میذاشتم. برای مثال 1 ماه 1 ماه و نیم پشت سرم با الگوریتم ویدیو میساختم و آپلود میکردم، اما یه جورایی میدیدم که زیاد ویو و ساب نمیگیرم، بازم خسته میشدم و یه جورایی تا 1 ماه 1 ماه و نیم میذاشتمش کنار. ولی تولید محتوا این بار دیگه فرق میکرد. هم خودم بودم هم صدام و داخل ویدیوها حرف میزدم اما کم و انگلیسی، یعنی یه جورایی فارسی صحبت نمیکردم. اینجا دیگه جایی بود که یه هدست گرفته بودم که یه میکروفون خوبی داشت، همین هدست، و تونستم تولید محتوا کنم. یه جورایی دیگه واقعا خسته شده بودم و الان 1 ماه خورده میشه که داخل این چنل هنوز ویدیو آپلود نکرد و این ویدیو بعد از همون 1 ماه 1 ماه و نیم آپلود شده. اما این بار دیگه فرق میکنه، یه جورایی تایتل، تامنیل، ویدیو همه چی فرق میکنه، یکم لول میره بالاتر و ویدیوها پیشرفته تر میشه. راستی اون چنل ها هم رفتم داخل یوتیوب و هرچی سرچ کردم نیومدن. نمیدونم یوتیوب خودش حذفشون کرده یا نمیدونم، ولی هنوز پروفایل ها و بنر هاشون رو دارم. این پروفایل که میبینید برای چنل دیاکو دی جی تی بود که هیچ بنری نذاشته بودم براش. اینم پروفایل چنل نمکیه که گفتم اسمش رو از بک استودیو کومان گرفتم و این یکی خدا رو شکر بنر داره. اینم بنر اون چنله بود. اما میرسیم به اصل مطلب، یعنی این چنل این پروفایل رو داره با این بنر، اما قبلا اینطوری نبود. این بنر رو داشت و این بنر و همیشه یادتون باشه
گیم زدن فقط یه سرگرمی نیست، یه سبک زندگیه.